بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به خدمت ملت‌های فارسی زبان در ایران، تاجیکستان و افغانستان و در دیگر جاهایی که با زبان فارسی تکلم می‌کنند، می‌خواهم که به شما بگویم که ای ملت‌های مسلمان فارسی زبان پیرو قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که هستید، بدانید که مذهب شیعه صفوی هیچ به اسلام و قرآن ندارد. این مذهبی است که عبدالله ابن سبع یهودی برای جلوگیری از رشد نفوذ اسلام و قرآن و سنت پیغمبر به وجود آوردند. این مذهبی است ضد خدا که خدا نتوانست قرآنش را حفظ کند. این مذهبی است که بر پیغمبر توهین می کند که نتوانست رسالت را تکمیل کند و دین اسلام را ناقص معرفی می کند. این مذهبی است که بر همسران پیغمبر بد و بیرا می گوید. مذهبی است که بر یاران پیغمبر فحش ناسزا و لعن می‌فرستد. این مذهبی است که هیچ همخوانی به قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد. این مذهبی است که زیربنایش به دروغ، فحش، لعن، ناسزا، تهمت و تقیه بنا شده است. این مذهبی است که دروغ را عبادت و جزء اصول این دین باطل خود می‌دانند. این مذهبی است که فحش ناسزا را بر همسران پیغمبر و یاران پیغمبر عبادت می‌دانند. این مذهبی است که غیر از صداقت که ندارد همش نیرنگ، فریب، دورویی، منافقت، تقیه، یعنی منافقت که جز اصول این دین خرافی به شمار می رود.